عزیز رضا کبیر هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه با من. تو این ویدیو جدید میخوام یاد بدم که چطوری صدامون رو بتونیم به باب اسفنجی یا هر کسی دیگه ای تبدیل کنیم. یه سایتی هست که من اون سایت رو پیدا کردم. اپلیکیشن وارد اون سایت میشید، خیلی راحت میتونید صداتون رو مثلا به هر صدایی تبدیل کنید. مثلا دید بعضی از آهنگ ها دیدید با صدای باب اسفنجی یا هر کس مثلا آهنگی از مهستی با صدای امینم، مثلا آهنگی از مهستی اینجوری با صدای امینم خیلی باحال میشه. میتونید خیلی مثلا مردم رو اصول کنید. مثلا بهشون بگید مثلا من آهنگی از امینم پیدا کردم که با تکست ایرانی و صدای مهستی خونده و اینجوری خیلی آدما رو سر کار بذارید. خیلی خوبه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، لطفاً بازم میگم، تو همه ویدیو دارم میگم، این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو ساب کنید که خیلی بهم کمک کنه، خیلی بهم انرژی میده. بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب برای اینکه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم به سایتی نیاز داریم که لینکش رو براتون میذارم. الان ببینید لینکش رو داخل ویدیو هم میذارم. کرکت بخوام کم کوچیکه correct.muse من زیاد انگلیسی خوبه. حالا هرچی. خب این لینکشه رو داخل ویدیو هم قرار میدم. این لینکشه. خب ما برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، حالا اگه صفحتون انگلیسی بود من صفحه رو فارسی کردم که راحت تر بشه. اینجا چی کار میکنیم؟ اینا رد میکنیم. اینجا لحظه کن، خوش رد میکنن. صدای خود را تغییر دهید. می‌ذارید اکنون ایجاد کنید. خب شما اگه بخواید میتونید از گالری انتخاب کنید. روی این قسمت بزنید روی فایل ها و گالری انتخاب کنید، یا نه اینجا صداتون رو ضبط کنید. مثل من ضبط کنید. خب اول میخواد با ایمیلمون رو ضبط کنیم. ما تا 1 ساعت دیگه اهداف نشیم میزنیم با گوگل ادامه دهید. صبر کنید تا من ایمیل ها میاد همه. خب اینجا یه ایمیل انتخاب میکنیم. اول وقتی که ایمیل رو میزنید میاد روی این صفحه. خب ضبط صدا. صبر کنید تا من صدامو ضبط کنم. اینجا وقتی اینو گفتیم صدا رو که ضبط کردیم قسمت ایجاد کنید میزنیم. راست میگه باید یه هنرمند انتخاب کنید. صبر کنید تا من هنرمند انتخاب کنم که نمیزنید. از من اشتباه کردم. این واسه صدای اینکه هنرمند انتخاب کنید نکنه اشتباه کردم. بعد وقتی بخواید صداتون رو از داخل فایل یا موسیقی بیارن بهتون توضیح میدم. صبر کنید صدا رو انتخاب کنیم تو بیاد. من صدای اسپید، صدای بازفنجی، صدای بیلی آیلیش، صدای سونیک، خیلی صدای باحالی. شاخک های پلانکتون اشتراک بزنیم یا نمیدونم هم بسپنجه نمیدونم بازفنجی. خب ایجاد کنید رو میزنیم یا خب برای این کار روی تغییر صبر کنید من بزنم. خب روی تغییر صدا رو نمیدونم صدای کی بزنم. هم باب اسفنجی دیگه نداره. باب اسفنجی رو بزنیم. بیا با این دیگه گوشیم هنگ داره یکم. صبر کنید از تو درست میشه. خب خیلی راحت دیگه اینجا چون من گوشیم هنگ کرده روی ایجاد کنید و صدا رو ایجاد کنید و صدای باب اسفنجی یا هر کسی دیگه حاجی. حالا اگه شما بخواید مثلا یه موسیقی رو انتخاب کنید، برای مثال همون موسیقی خواننده مهم نیست، مثلا یه رپ یا یه چیز. البته رپ نمیشه تو اینکه نظام فکرم تمام شد. صبر کنید تا من بزنم روش. اینجا خیلی راحت روی آپلود صدا میزنیم و از داخل فایل هامون صدا رو ایجاد میکنیم و خیلی راحت میتونیم کار رو انجام بدیم. موفق باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. لایک و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.